بسم الله الرحمن الرحیم است کلیدی در گنج حکیم. دوستان عزیز، بیایید لحظه عاید مدرسه رمضانی اندیشه نماییم. فرض کنیم که اگر تمام متفکران و استادان اخلاق در عالم جمع شده و شش اهالی روی زمین مسابقه اعلان نمایند، نه همچون رمضان طول یک ماه، بلکه تنها یک روز، و شرطهای آن مسابقه چنین باشد: از خوردن و نوشیدن باید دوری جویند، با همسران خود نزدیکی نکنند، ساعتی معین به عبادت خاص مشغول شوند، از آزار و غیبت یکدیگر خودداری نمایند و از مادیات دوری جسته در عالم معنویات باشند. اگر این پیشنهادها را مطرح نمایند و برای هر نفری که این شرطها را اجرا میکند مکافاتهای خیلی گران و ارزشمند معین نمایند، هیچ متفکر و معلم اخلاق روی عالم این پیشنهادها را نکرده است و نمی کند، زیرا آنها یقینا می دانند که اجرا شدن این عمل امر محال است. اما عظمت اسلام و تعلیمات بزرگ آن را ببینیم که نه تنها یک روز بلکه طول یک ماه و تکرارا هر سال به این عمل موفق شده است. پیروانش هر سال از طلبات جسمانی دست کشیده و غذا بخشی روح و معنویات خود می پردازند. از آب و نان دادن بدن ساعتهای معین باز ایستاده قلبهای خود را با آب طاعت و تفکر سیراب می سازند. این به ذات خود یک معجزه است. رمضان مدرسه 30 روزه است که انسان خاکی را می خواهد به عالم ملکوت بپیوندد و چند از اخلاق ملائک را به او بیاموزد. بله، رمضان مدرسه است که ما در آن به این قناعت می رسیم که می توانیم گاه عاید جسممان فکر نکنیم و به اصلاح قلبمان مشغول شویم. می توانیم گاه شهوت نفس را ترک کنیم، زبانمان را اداره کنیم. می توانیم دستمان را به گناه آلوده نکنیم و چشممان را از نگاه حرام نگاه داریم. می توانیم هر روز پاره از قرآن خوانیم و صدقه کنیم. بله، می توانیم هر شب چند رکعت نماز خوانیم. یعنی می توانیم مدت ملکوتی شویم و همسان فرشتگان از خوردن و آشامیدن دوری جوییم. در حقیقت رمضان مدرسه بزرگ انسان ساز است که به ما در این 30 روز تعلیم و تربیت آسمانی آموخته می گوید: بیرو بقیه عمرت نیز رمضان باشد و همیشه می توانی مانند روزدار باشی.